اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 18 مد عریض. کدام وقت مد عریض می شود؟ حرف مد آمده، بعد حرف مد ساکن عریض آید، مد عریض می شود. ما گفته بودیم که ساکن عریض آن ساکن است که اول نبود اما بعدا پیدا می شود. پس مد عریض کدام وقت می شود؟ وقتی که حرف مد بیاد بعد حرف مد ساکن عریض آید، اون وقت مد عریض می شود. مد عریض را چند مقدار کشیده می شود؟ از 2 حرکت تا 4 حرکت کشیدن ممکن است. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر میفهمم انشاءالله. در اینجا نگاه کنید، ساکن عریض گفته ساکن را مینامند که در حالت وقف ثابت بوده در حالت وصل ساقط می شود. مد عریض در آخر آیات ها با وجود می آید. در اینجا سکون گفته شده است، اما من ساکن خوندم. چی ساکن و چی سکون هر دوش یک چیز است. یعنی میگه که مقصد ساکن عریض در حالت وقف ثابت می باشد اما در حالت وصل ساقط می شود. یعنی در وقتی که ما در یک حرف یا در یک کلمه بیستیم، آخر همون حرف معذرت میخوام یعنی آخر همون کلمه چی می شود؟ ساکن عریض می شود. اما اگر ما وقف نکنیم پس چی می شود؟ ساقط می شود. در اینجا نگاه کنیم مثال، این اینجا مثال هستن. نگاه کنیم در اینجا با حرکت زیر دارد و در اینجا علامت ساکن رو گذاشتن. برای چی؟ زیرا نگاه کنین قاعده این است که وقتی که ما در کدام کلمه که ما وقف میکنیم آخر آن کلمه را ما حرکتش رو نابود میکنیم، عوضش ساکن میگذاریم. برای چی؟ برای که اگر شما بالفرض مثال نگاه کنین، اگر ما در وقت وقف کردن در یگان کلمه همون آخر همون کلمه رو مقصد حرفش رو ما با حرکتش بخونیم چه خیلی می شود؟ نگاه کنیم، من مثال میخونم. در اینجا نگاه کنیم، این حرکت زبر دارد. پس من میخونم در اینجا در وقف نون رو با همون حرکتش میخونم. تعبدون تعبدون تعبدون. اما وقتی که ما در آخر همین کلمه وقف کنیم و حرکتش رو نخونیم، عوضش ساکن بخونیم، پس او درست‌تر میشه و بهتر مقصد تلفظش میشه. نگاه کنیم تعبدون تعبدون. اکنون خودتون قیاس کنید که آیا تعبدون خوبتر شد یا تعبدون. البته که تعبدون یعنی وقتی که ما کلمه را وقتی وقف میکنیم پس حرف آخرش رو ما چیکار میکنیم؟ حرکتش رو نابود میکنیم، بعد چی؟ عوضش علامت ساکن میگذاریم، یعنی ساکن کده میخونیمش. پس همون ساکن چی است؟ ساکن عریض است که چی میشود؟ اول نبود نگاه کنید، اول نبود. اما وقتی که ما در اینجا مقصد وقف میکنیم چی میشود؟ همین حرکت نابود میشود و همین ساکن عوضش خوانده میشود. یعنی ساکن عریض همون ساکن است که مقصد فقط در آخر کلمه وقتی در وقتی که در یگان کلمه وقف میکنیم آخر همون کلمه چی میشود؟ حرفش علامتی مقصد ساکن عریض میشود. خب مد عریض را مقدار 2 4 6 حرکت کشیدن جایز است. مقصد میتونیم من مدش رو در اینجا نگاه کنید، زیرا در اینجا ما این رو ساکن میکنیم که ساکن عریض میکنیم. وقتی که ایستادیم همین مدش رو به مقدار 2 حرکت 4 حرکت یا 6 حرکت میتونیم بکشیم. مثال رو من برای شما میخونم. والله سریع الحساب تعبدون رب العالمین. دیدین؟ یعنی در هر آخری کدام کلمه که ما وقف کنیم، مقصد در کدام کلمه که ما وقف کنیم آخری مقصد ما از همین است که مثال وقف کردن یعنی در کلمه وقف کردن نمیشه، مقصد در آخری کلمه وقف میشه، یعنی در یگان حرفش وقف میشه. پس یعنی در همون حرفی که ما وقف میکنیم همون حرف چی میشود؟ همون حرف علامتی ساکنی یعنی ساکن عریض میشود اگر حرکت داشته باشد مقصد. خب انشاءالله که امید دارم که این درس رو فهمیده باشید. با یک قاعده دیگه من برای شما درست‌تر بفهمونم که قاعده حرف مد امین است. این مثال ما گفتیم که در اینجا در آخر آمده است. مثال وقتی که مثال در آخر آمد حرف مد
پس بهتر است که ما به مقدار 4 یا 6 حرکت بکشیمش. یعنی دراز. این قاعده مد است مقصد که وقتی که حرف مد در آخر آمد بهتر است که ما 6 یا 4 حرکت یعنی 4 حرکت معذرت میخوام 4 یا 6 حرکت بکشیم. اما مقصد اگر بخوایم میتونیم که هم 10 حرکت هم کشیم. اما قاعده مد همین است که همین را دایتون میگیره که وقتی که حرف مد در آخر آمد مقصد که حرف مد شید اون وقت بهتر است که دراز کشیده شود. انشالله امیدوارم که درس را فهمیده باشه. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.